سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. پوریا گیمر هستم از چنل متا گیم. امیدوارم که حالتون خوب باشه. حتما این پست رو لایک کنید، کامنت بذارید، شیر کنید واسه دوستانتون. بریم که امروز آموزش کمبو اسکورپیون بهتون بدم. یه کمبو خوب که میتونید از نوب تبدیل به پرو بشید با اسکورپیون. اول آپشن رو میزنید، وارد موبیلیست میشید. حرکت اول باید مربع مثلث بزنید و بعد باید حرکت عقب یکی واسه کمیوتون هست رو تکرار بکنید. بعدش دوباره مربع مثلث میزنید و عقب یک رو تکرار میکنید. خب حرکت بعدیمون جلو ضرب مثلث هستش که اونو باید دوبار پشت سر هم تکرار بکنید و بعدش میپرید روی هوا و حرکت جلو مربع مثلث رو میزنید و بعد حرکت پایین عقب مثلث و همراه R1 رو تکرار میکنید و وقتی اومدید پایین دو تا ضربه به حریفتون زدید باید حرکت عقب جلو مثلث رو تکرار میکنید. خیلی خوب، بریم کمبو رو ببینیم. نشد، اشکالی نداره. خب این میشه بدون امپلیفای. حالا بریم با امپلیفای ببینیم. خب این میشه بهترین کمبو اسکورپیون، اما من حرکت آخر نتونستم بزنم. اما شما اگه حرکت آخرم بزنید دمیجتون میشه 40%. خیلی خب دوستان، امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا کمبوهای بعدی از کرکترهای دیگه و بازی موتورکومبت، فعلا بدرود.